جنگ مسکان ندیم با اسیب ساعد. اما چرا کنسرت جدید آریانا سعید در آلند و لباسهای جنجالی آریانا سعید در این کنسرت و رفتار جالب اسیب ساعد با آریانا سعید بعد از جنگ وی با مسکان ندیم؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند محبوب، مشهور و ناماشنای افغانستان، قرار است در کشور هلند کنسرت باشکوهی را با جمعیت بیش از 5000 نفر برگزار کند. آریانا سعید از ترکیه به هلند سفر کرده است و در جریان آمادگی این کنسرت بزرگ و با شکوهش می باشد. این همه در حالی است که آریانا سعید در تمام برنامه‌های اروپایی خود خواهرزاده اش مسکان ندیم را با خود می داشته باشد و هرگز وی نگفته است این خواهرزاده هم است، بلکه بیان کرده مسکان ندیم خواهر کوچک من است و با مسکان ندیم رابطه تنگاتنگ و خیلی نزدیک دارد. این روزها تصاویر در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا مسکان ندیم با اسیب ساعد نامزد آریانا سعید درگیر جنگ لفظی و فیزیکی شده است، اما اینها حقیقت نداشته است. جنگ و درگیری مسکان ندیم با اسیب ساعد فقط شوخی بوده است. آریانا سعید قرار است در این کنسرت باشکوه یک لباس مانند اروپایی ها به تن کند و لباس دیگر کاملا فرهنگی و افغانستانی باشد. این را همه می داند که کنسرت های آریانا سعید به سطح بین المللی برگزار می شود و بلیت هر کنسرت آریانا سعید بالای $200 آمریکایی می باشد. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از جمله آریانا سعید داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.